بچه ها امیدوارم که عالی و خوب باشید. خوش اومدید به کانال آشپزی با من و مامان. امروز براتون میخوایم مامان میخواد مچبوس عربی، دمپخت عربی، دمپخت مرغ، حالا هر چی رو که اسمشو خودتون میذارید درست کنه. این غذا حالت دمپختی با مرغ درست میشه. الان تو تصویر که دارید میبینید پیازا رو داره خورد میکنه طبق روال همیشگی خودش. میذاره اول پیازا سبک بشه، آبش کشیده بشه، بعد بهش روغن اضافه میکنه و حالا در ادامه خواهید دید که مرغا، ادویه ها و اینکه نکته طلایی مامان بهتون گفتم همش آب جوششه. که چه کار میکنه؟ غذاهاشو با آب جوش درست میکنه. میگه آب سرد غذا رو خراب میکنه. برای همین همیشه یه آب جوش کنار دستش هست. الان کتریشو گذاشته روی گاز، آماده است آب جوشش که غذا میگه با آب سرد خراب میشه. خب بچه یه ذره که پیاز تفت خورد، الان دارید میبینید روغن رو اضافه میکنه که پیازا کامل سرخ بشه، نه اینکه طلایی و برشته بشه، سرخ بشه. بعد مرغا رو اضافه میکنه که بوشون رو بگیره. بچه ها هر سری بهتون میگم منزلت کانال مامان آشپزیش بدون ادیت، بدون هیچ افکتی، 0 تا 100 بهتون آموزش میده. چیزی رو که خودش انجام میده همونو برای شما نشون میده، یاد میده که شما هم مثل خودش آشپزی خودش رو یاد بگیرید، یه چیزی ازش به یادگار بمونه. اینه کانال آشپزی مامان. میگم بهتون گفتم نه ادیت میخوره، نه کم و زیاد میشه، نه اینکه فیلم کات میشه، خیر، همه چی 0 تا 100. حتی میبینید که قابلمه هاش هم مامانیه و همه چیز خودشه، همه چیز خودشه. خب الان تا اینجا کار دارید پیازا رو میبینید. الان مرغا رو اضافه میکنه. خب الان همچنان شعله گازم متوسط رو به بالاست. بچه نگاه کنید، دقت کنید، خیلی ها دوستان، حالا کسایی که آشپزی یاد میدن میگن مرغ بذارید توی آب سرد فلان 24 ساعت 12 ساعت توی آب سرد و نمک. ولی مامان هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه. الان برای زرش پلو سرخ شده، یعنی مرغ سرخ شدهش، زرش پلوش هم بهتون آموزش میده که اونم ببینید نه مرغو میذاره تو آب نمک نه چیزی، فقط اینکه از توی فریزر در میاره یخش آب میشه. حالا اونم بهتون آموزش میده. بعد برای مرغ یا گوشت یا کلا هر چیزی رو که خودتون دوست دارید اندازش دیگه دست خودتونه. حالا ادویه ها رو میریزه، دارچین بود ریخ، پودر زنجبیل الان میریزه، پودر تخم گشنیز ریخ، پاپریکا فلفلی دودی، پودر سیر،
و ادویه خورشتی که حالا بهش ادویه کاری هم میگن، شاید پیش شما سمت شما نباشه یا اینکه گیر نیاد. و اینم که اصل کار زردچوبه. بچه ها اگر دقت کرده باشید بیس ادویه های مامان همش تقریبا میشه گفت یکیه. میگم غذاهای جنوبی فقط ادویهشه، بازی کردن با ادویه هاست که روح به غذا میده، طعم به غذا میده، شکل به غذا میده. من یه نکته هم بهتون میگم در آخر که اضافه کرد پودر لیمو عمانی. خیلی ها مثلا اینو برای مرغ استفاده نمیکنن، میان همیشه لیمو عمانی رو برای گوشت اضافه میکنن که این قابل قبول نیست. شما هر چیزی رو میتونید استفاده کنید، ادویه است. مامان دستپختش روشش اینه که داره بهتون آموزشش میده. الان هم نمکش رو اضافه میکنه. الان بچه آب جوشی که گفتم کنار گذاشته بود زیرش روشن بود، کم کرده بودش که از قل نیفته. الان توی ویدیو هم دقت کنید نگاه آب جوشه، آب جوشه که اضافه میکنه به مرغا. مرغا رو میذاره یه حدود 45 تا 1 ساعت بپزه، آبش هم بیشتر میریزه که این آب میخواد با برنج ترکیب بشه. حالا یه ادویه هم آخرش به برنج میزنه که اونم میبینید که به قول عربا مچبوس عربی، دمپخت عربی، یا حالا هر چیزی که خودتون اسمشو میذارید. ما بهش میگیم مچبوس عربی. به عربا بی احترامی نکرده باشیم، بهشون اهانتی نشه، چون که شاید ما روشمون اشتباهه، ولی مچبوس عربی، دمپخت مرغ عربی اینی که دارید میبینید. حالا من در ادامه بهتون میگم کنارش میان به قولن حشو درست میکنن، نخود سرخ میکنن، لپه سرخ میکنن با پیازداغ و کشمش و این چیزا که اون معده رو خیلی سنگین میکنه، آدم رو اذیت میکنه، کلافه میکنه. از اون غذایی که باید لذت ببرید و نمیتونید غذا رو خوب بچشید، چون که کنارش نخود باشه یا لپه سرخ کرده باشه، اون چیز خوشاینده زیر دهن آدم مزهش نمیکنه. به این دلیل اون حشو رو ما کنارش درست نمیکنیم، این خالی دم پخت مرغ. خب بچه ها الان مرغ ما پخته شد. این آبی که حجم آبیه که الان دارم نشونتون میدم، نگاه کنید. الان مامان چیکار میکنه؟ برنج رو میذاره، آب مرغ رو به برنج اضافه میکنه، بعد مرغ هم میذاره که باش دم میکشه. این میشه مچبوس عربی یا دمپخت مرغ یا هر چیزی که خودتون اسمشو میذارید. الان مامان براتون درست میکنه، بهتون نشون میده که ببینید چجوری هستش. خب الان این برنجی رو که دارید میبینید 3 تا پیمونه است، همون لیوانی که بهتون نشون دادیم. این همون پیمونه است. الان به ازای هر پیمونه لیوانی که میذاره
یعنی الان 3 تاست 4 تا و نصفی آب میذاره. ما کاری به انگشت نداریم. خیلی هم میگن انگشت سطح آب و این ور اون ور. نه، کار اصلیش چجوریه؟ مامان 3 تا برنج گذاشته 4 تا و نصفی آب میذاره، تموم شد. این میشه برای درست کردن برنج کتهیه. حالا میگم اون برنج ساده ای که خود مامان درست میکنه اونم براتون میذاریم که اونم ببینید که ببینید چه برنج پنبه‌ای و دنبه‌ای میشه. خب الان میبینید که مامان آب مرغ رو ریخت، هم میزنه. بچه ها یواش هم بزنید که برنجتون نشکنه، ترک نخوره، خورد نشه. یواش با عشق کار کنید. روغنم میریزه. بچه الان مامان توی مواد مرغه که توی ویدیو دیدید نمک ریخت، توی برنجه دیگه نمک نریخت. حواستون باشه. میگم بازم این بسته به خودتونه که چقدر نمک میخوایم بریزید. شور میخورید، کم نمک میخورید، بی نمک میخورید. ولی اینو بهتون میگم که مامان چیز کرد. مامان اینو چون که توی آب مرغ نمک ریخته بود دیگه اینجا چیزی اضاف نکرد. بچه الان پای قابلمتون وای میسین. انگار مامان یه 2 دور هم زد، دیگه هم نمیزنه چون که برنج خورد میشه، برنج میشکنه، خراب میشه. الان منتظر میمونید بالا سرش که شروع به قل زدن کنه. شعله گازتون متوسط رو به بالا، بعد کم میکنید که قشنگ آب با برنج با هم ترکیب بشه، یکی بشه. و نکته این که از بغلا جمع میکنید میارید بالا. الان مامان براتون نشون میده که برنج کته اگه خیلی ها اینو دم میذارن، ولی مامان حتی با این روش هم اینو کته درست میکنه. خب بچه همونطور که توی ویدیو دارید میبینید دقت کنید به قلایی که داره میزنه. مامان اصلا بهش دست نمیزنه، هیچ کارش نمیکنه، فقط بالا سرش ایستاده که ببینه چه زمانی آبش کشیده میشه، آبش کم میشه. که بهتون گفتم از بغلا شروع کنه بیاره به بالا که کلن آبش تبخیر بشه، با برنج آب تبخیر بشه. ببینین که چی میگم. الان همینجور بالا سرش میسته که به شما هم گفتم حواستون بهش باشه. میسته که حواسش به قل زدن و برنج باشه. بچه ها نگاه کنید الان که دارید میبینید آبش کامل کشیده شد. نگاه مامان داره از کف میاره بالا، میبینید هیچ آبی نداره. این باید به این مرحله برسه و الان مرغا رو به گوشتتون اضافه میکنید، میذارید برای دم کشیدن. الان مامان کاری که کرد مرغا رو میذاره لابلای برنج، با برنج میذاره که دم بکشه. این میشه طرز تهیه مچبوس عربی، مچبوس و لحم، غذای عربی. به قول ایرانیا، به قول فارسا خودمون، دمپخت مرغ. حالا هر جایی یه اسمی بهش میدن. خب الان داری که توی ویدیو میبینید مامان دیگشو عوض کرد. شما تو همون دیگ هم میتونید کارتون رو انجام بدید، ولی که مامان دیگو عوض کرد. بچه ها یه نکته دیگه، وقتی که برنجتون رو میخواید بذارید دم بکشه میتونید کمی دارچین بریزید، یواش خیلی یواش هم بزنید که که طعم خیلی خوب، طعم خیلی باحالی میگیره. یه مقدار دارچین بپاشید رو برنجتون، با برنجتون همش بزنید. الان همینجوری که داریم میبینیم مامان گذاشته دم بکشه. اینم اونجوری میشه که الان داری در تصویر میبینید. نگاه کنید
الان مامان مرغا هم گذاشت. الان دوباره برنج رو میریزه روی مرغا. این دیگه میره تقریبا 20 دقیقه تا نیم ساعت برای دم کشیدن. بتونم گفتم تو ویدیو قبلی حتما مامان میگه دم کنی هم بذارید که برنجتون دنبه‌ای بشه، برنجتون پنبه‌ای بشه. اگر دم کنی نباشه بخار آب دوباره برمیگرده توی خود برنج. این هستش که برنج رو خراب میکنه. بچه ها الان در ادامه مامان دم کنی رو هم گذاشت. زمانی که بخار افتاد توی قابلمه یه ذره در دیگو باز میکنید که ببینید بخار افتاده، کم میکنید 20 دقیقه تا نیم ساعت میره برای خودش برای پختن. یه چیزی دیگه، بازم یه نکته دیگه برای برنج پختن، حتما زیر قابلمتون شعله پخش کن بذارید که یه فاصله از گاز بگیره، از شعله های گاز، که برنجتون نسوزه. الان دیگه موقع کشیدن آخر ویدیو فیلمشو براتون میذارم، بخورید و لذت ببرید. یادتون نره که کانال ما هم سابسکرایب کنید. مرسی که هستید. دوستان و عزیزان همراه همیشگی ما، کانال من و مامان، اینم از اتمام دمپخت مرغ یا مچبوس عربی. در اصل بهش میگن مچبوس و لحم، مچبوس عربی. دوستان بهتون گفتم ناکن جز به جز همراه مامان بودید تا لحظه آخر. خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، با هم در ارتباط باشیم. نظرات شما برای ما قابل احترامه. بخورید و درست کنید و نوش جان کنید و لذت ببرید.